این نقشه جاهایی بوده که اون کونتاپال توشون پیدا شده، تا حدودی میتونه کمکمون کنه به اون فنبای برسیم. آره قراره بریم کونشون بذاریم. ایشالله اگر خدا بخواد. این همون فنباییه که همه دنبال کونشن. این یوبوست آخرین جایی که دیده شده وسط سالن سینما پاشو دادن بالا. و این نتیجه خیلی نادره که یه فنبای بتونه از نشیمنگاهش انرژی نفرین شده داشته باشه. ناموسن دست خوش. اگر تا غروب آفتاب سر به نیستش نکنی کل شهر رو ایت برمیداره، پس بهتره دست به کار شی. همکارت هم توی این ماموریت پدرام کوسکمره. راستی من جقی به جز تو این اطراف نمیشناسم. خب من دینا کی هستم که میدونم توی کوسکش روزی چند بار میزنی؟ به مجبوریم بهم اعتماد کنی. بریم سرعتی حرارتی شرارتی بذاریم درش. نباید دوتا جقی رو با هم میفرستادم، احتمالاً میرینن. خب نوفم به پیشونه اصلا آدرس به ما ندادی که. خب کوسکی 2 ساعت دارم چی گو میخورم. الان یادم استاد نانامی یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم. سلام به مادرت برسون. ای کوس فیلمایی میبینی؟ چه فیلمایی میبینی؟ یه جور فیلم سوپرهای داغ حشری با سناریوهای خفن. حالا سناریوهاش چجوریه؟ خیلی اتفاقی نوه شخصیت اصلی از فیلم اول میاد، خودشو ول میده رو نوه مجرم از فیلم دوم، و نوه اولین نفری که تو قسمت اول میمیره هم خونه میشه و با هم تریسام میزنن. ای مادر سناریو خفناتون رو گفت. من اصلا نفهمیدم چی میکنی. اینجا رو شما جنده ها اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتم سیکتونه بزنید؟ تو ما اینجا میخوام لواتمون رو بکنیم. هرچی سریعتر کونتون از اینجا جمع کنید وگرنه میدم امید سرطان بکندتون. وقتش حقیقت رو بگم. ای بیا بریم دیگه، تا نذاشتن درمون. بچته میخوام بخورمش. ها پاتو بده بلیسم سریع. میخوام رون تو بمکم. داخل ببم جان. داری چی کار میکنی؟ بیا بریم دیگه. اصلا کت بابات ما رفتیم. که فیدیش پا داری ها؟ دره ببند. اطاعت کونی خان. گیرش آوردیم این تو داری یا چه گشاد را میره. به نظر میاد همین اطراف سیاپوس داده باشه. چه کونی داره حاجی. امکان میریم بالا سرش. چی داری با خودت کس میگی؟ نکن انقدر بردنت خرابه و دست دادی. الان میزنم خاندانتو به چوخ سگ میدم. 5 دقیقه قبل. کونه قشقش مگه نمیبینی یه نفر اونجاست؟ وای نه امان از چخ. جق با آدم چی کارتو نمیکن. چند تا سوال دارم ازت که باید بریم اون پشت مشتا برات مطرح کنم. ای نمیخواد درمون بذاره، کسکش مجانی که نیست. فقط 2 دقیقه سا. سامان اون داشتیم با هم دیگه کس میگفتیم. چرا گو میخوری؟ انگار نمیدونم خودت هم میخوای بذاری کونش. گفتم یکی از شجرزم تو برده کدوم خونه. نجب باعث دیدی. تو چرا داری میخوری کسکه؟ تو بکش آبروم رفت. اشتا که منو کجا این بری کل کیری. وایسا کیرم پس کلت. از بس